شادترین مردم جهان کدوم کشورن؟ میتونید حدس بزنید؟ دانمارکیا. حالا چرا؟ به نظرتون به خاطر زمستونای سرد و طولانیشونه یا به خاطر اون مالیات های زیادیه که میدن؟ نه. اگه گفتی به خاطر چیه؟ به خاطر سبک فرزند پروریشونه. میدونی یعنی چی؟ دقیقاً وقتی که چندین و چند سال دانمارک به عنوان شادترین کشور جهان انتخاب شده بود، خب مسئولین رو به فکر فرو برد که آخه دقیقاً دلیل این شادیشون چیه و اونا یه تحقیقات طولی انجام دادن و متوجه شدن که خب بزرگسالان شادی رو دارند. این بزرگسالان که والد میشن نوع تربیت و نوع سبک فرزند پروریشون باعث میشه که بچه‌های شادی هم پرورش بدن و همینطور این بچه‌ها بزرگ میشن و دوباره والد میشن و این چرخه ادامه پیدا میکنه. دقیقاً پس میتونیم بگیم که دانمارکی‌ها ایمن‌ترین فرزندان رو از نظر دلبستگی و تاب‌آورترین فرزندان رو تحویل جامعه میدن که اینا خودشون میشن پدر و مادر و این ژنتیک و این محیط طلایی رو دوباره به بچه هاشون انتقال میدن. متاسفانه ما وارد یک دوره‌ای شدیم به نام تله باهوش بودن و اینطوریه که انگار مادر پدرها دارن با همدیگه مسابقه میدن تا ببینن که فرزند کی باهوش تره. یکی بچه‌مون رو از این کلاس پیانو برمی‌داریم میبریم کلاس ورزش، از این کلاس ورزش برمی‌داریم میبریم شنا و تا مفاهیم درسی هیچ تفاوتی نمیکنه و انگار که داریم با همدیگه وارد یک گود مسابقه شدیم و میخوایم از همدیگه پیشی بگیریم. ولی دقیقاً وقتی که با پدر و مادرهای دانمارکی صحبت میکنیم براشون یه چیز واقعا تعجب انگیزه که چرا؟ خب بچه‌ها الان تایم بازیشونه، تایم استراحتشونه و تایم اون ارتباطهای سیناپسی مغزه. چرا باید با کلاس‌های مختلف پر بشه؟ و نکته دیگه اینه که ما وقتی که بچه‌هامون مثلا بازی میکنن و میخوایم به صورت آزادانه، حالا نه اینکه یک فعالیتی رو بهشون آموزش بدیم، آزادانه میخوان بازی کنن، یک جورایی من والد احساس عذاب وجدان میکنم. اینکه نکنه وقت کودکم داره به بتالت میگذره، اینکه نکنه من والد دارم برای بچم کوتاهی میکنم و برای همین میشه که دائم در تلاش و تکاپو هستم تا به کودکم یه چیز جدیدی آموزش بدم، فارغ از این که بچه هر چی رو که قراره یاد بگیره از همون بازی کردن‌های آزاد و در گروه همسالان و یا حتی بازی‌های تنهاییش، ولی بازی به صورت آزادانه که یک فعالیت لذت بخشانه براش باشه یادگیری. و نکته‌ای که خیلی از روانشناسان رو تاکید میکنن اینه که بازی آزادانه اضطراب کودک رو کمتر میکنه که هیچ، به کنار باعث تاب‌آوریش هم میشه. چرا؟ چون وقتی که کودکمون توی پارک داره راه میره، بازی آزاد میکنه، میخوره زمین، خب میفهمه اینجای کارش اشتباهی بوده، حالا یا تند رفته یا دقت نکرده، پاش به جای گیر کرده، درسته؟ و یا اگه از یه بالای درختی میخواد مثلا بالا بره، خب باید آزادانه باشه و فکر کنه و خودش تجزیه و تحلیل کنه که تا چه میزان میتونه از این درخت بره بالا، چقدر این از بالای درخت رفتن براش خطر داره. و متاسفانه والدین ما، حتی خود من به عنوان یک مادر، دائم دارم کودکمون کنترل میکنم، مواظب باش نیفتی زمین، اتفاقی برات نیفته، میایم تمام خونه رو حفاظ میذاریم، جلوی پله ها رو میگیریم، نمیذاریم کودکمون آسایش داشته باشه بتونه بازی کنه. و اتفاقا یک مثالی هم هست، ایرانی‌ها میگه وقتی یک کودک نوپا داره تمام وسایل خونه به میخ میشه، درسته؟ و واقعا چرا؟ آیا مگر زمان قدیم ها اینطوری بود؟ نه، کودک آزادانه بازی. اگر این اندازه ایمنی لازم بود، خب نباید اصلا هیچ کودکی از زمان قدیم زنده مونده باشه. خب تمام کودک ها بس باید خدای نکرده اتفاقی براشون میافتاد. نه، کودکان اینطوری تاب‌آوریشون بیشتر میشد، خودشون متوجه میشدن که این کار براشون خوب نیست و اگر انجام میدادن ناکامی طبیعی اونو میچشیدن و دفعه بعد تکرارش نمیکردن. ولی الان ذهن بچه‌هامون تماماً شده پر از بکن نکنهای ما والدین.
و پژوهش‌ها بازم نشون داده که توی دانمارک فقط روی آموزش یا ورزش کودک تکیه نمی‌کنن، اونا کودک رو به عنوان یک کلیت در نظر می‌گیرن و اینطوریه که مواردی مثل اجتماعی شدن، استقلال یافتن، دموکراسی و عزت نفس بچه‌ها رشد و پرورش می‌کنن. اینطوریه که دانمارکی‌ها تاب‌آوری رو توی بچه‌هاشون افزایش میدن و انگار که یک قطب‌نمای درونی رو در وجود بچه‌هاشون میکارن و اونو کم کم بزرگ میکنن تا همون قطب‌نما در بزرگسالی راهنمای زندگی و اون شادکامیشون میشه. و وقتی که بچه‌مون انگیزه درونی داشته باشه، مشوق درونی داشته باشه، خب قطعا عزت نفسش بیشتر میشه. چرا؟ چون اگر ما مدام به کودکمون، دقیقاً کاری که ما الان والدین داریم انجام میدیم، به کودکمون مشوق بیرونی بدیم، انگیزه بیرونی بدیم، بچه‌هامون احساس اضطراب میکنن. چرا؟ چون دقیقاً دارن متوجه میشن که آقا هیچ کنترل روی زندگیشون و روی احساساتشون ندارن و این باعث افسردگیشون میشه و اگر این احساس درموندگی ادامه دار باشه متاسفانه کودکانمون به سمت افسردگی هم پیش میرن. پس بیاین با هم دیگه اگر میخوایم که فرزندانمون مثل فرزندان دانمارکی انشاءالله در آینده کودکان شادی باشن و مثل ما والدینشون نباشن، از الان روی تربیتشون دقت کنید، به سبک فرزند پروریتون دقت کنید و به قول معروف هر زمان که به اشتباهمون پی ببریم از همونجا شروع کنیم خوبه. هر وقت مایی رو از آب بگیری تازه است. پس سعی کنید تاب‌آوری رو با در محیط قرار دادن کودکتون در اون افزایش بدید.